تا امروز خب مردم در مسئله نبودن قوای برق شکایت میکنن و جامعه را میبینیم قوای برق نیست، مشکلات داریم. واقعا این عمل یک تحقیر از در حق یک ملت بزرگ. واقعا حکومت طالب با یک حکومت جدید کوشش داره دادگریفت داره و از تاجیکستان قوای برق میخره برای مردمش. ببینید یک حکومتی که برای غیر چی اومده است، غیر انتخاباتی اومده است، خب موفق میشه، پیروز میشه. من در سیاست داخلی و حکومتی هیچ کاری ندارم، من شهروند افغانستان هستم که در اون مسئله گپ بزنم. اگر میتونن خوش به حالشون دولتداری کنن، مردم رو دستگیری کنن، مردم افغانستان رو سربلند بگردونن. اگر میتونن خوب، اگر نمیتونن به لحاظ خدا یک حکومت انسان سالار بیا و مردم رو دستگیری بکنن. مردم بیچاره طول 40 سال شو زیر جنگ است. خب در برابر زیر جنگ بدنش، جنگ زده بدنش، خطای ما را میگه که شما فاحشه دارید، نه که افغانستانه. ببینید ما را برای چی؟ برای که ناموس چیزی در بالا مثل مردم افغانستان در برابر مردم جنگ زده زنهای بناموس داره، مردهاشون از عفت زنهاشون دفاع میکنه. خب حکومت رحمانوف در این همه سالها چند بهانه‌ای را پیش میبره، مسئله قوای برق نیست، این اون. من در یک برنامه هم گفتم که مسئله تعمیر دستگاه ها در فصل گرما باید دیده شود. مثلا تابستان ماه ایول، اوگوست، سپتامبر، وقتی اکتبر میبیو خب طول نمیشه. وقتی الکی ماه اکتبر نباید قوای برق تاجیکستان بعضی منطقه‌اش خنک میشه و سرد میشه و تاریک میشه و مردم نیاز به قوای برق داره. مکتب مهمترین چیز مکتب فرزند در کشورهای اروپا فرزندا بعد از درسشون میروند چند ساعت دیگه یک بخش دیگه هست که اوگیس میگن، در اونجا میرن چیکار میکنن؟ درس میخونن، کاری صنفیشون میکنن، معلم کمکشون میکنن. درمان نه، همون ما چون طبیعی است، من خودم شهروند تاجیکستان مکتب خوندیم، ما میوردن درسای ما شبانه میشونه. شب پدر و مادر که از کار اومد از خیابان اومد، خب بچه‌م درس خوندی، کتاب دا بیار، دفتر دا بیار. وقتی قوای برق نیست فرزند چیکونه درس میخونه؟ عمر رحمانوف در همه جا میگه اصلی تکنولوژیا، علم، پیشروی، صنعت، علم بخونید، دانش بگیرین، فلان توی آن خوشبختی میگه، ولی قوای برق نداریم. ببینید ما وقتی گفتم که باید شما در فصل تابستان این مسئله را ببینین، عمر رحمانوف چی میگه؟ مرحمت. صادرات قوای برق را به کشورهای همسایه زیاد میکنیم، ما نمیتوانیم در فصل تابستان 10 سال را در بر میگیرد و با در نظر داشتی دسترسی به سرمایه در دو مرحله عملی کرده میشه. تیزتر هم کردن ممکن، لیکن از بس که ما در فصل تابستان قریب که همه اگریگات ها را استفاده کرده شادیرات اونو شادیرات نه او صادرات خاک فایر از بیشتر خود زبان تاجیکی نخوندگی خود زبان روسیه خوب میفهمیده، در روسیه زبان شوروی در کلام شدگی شیگنر مسئله روسی ترا پرفکته بکنیم. ما نمیتوانیم چی میکنی؟ بار دیگه بگو. از بس که ما در فصل تابستان قریب که همه اگریگات ها را استفاده کرده شادیرات قوای برق را به کشورهای همسایه زیاد میکنیم، ما نمیتوانیم در فصل تابستان که اگریگات های نیروگاه را من داشته به تعمیر و تجدید از ماه سپتامبر اینجانب تا ماه اپریل ما میتوانیم الان می مهلت اگریگات ها را بیواز کنیم. ببین بهانه را نه، بهانه جای نودان در عذاب میگن، این اگه سیاسی گرفته قضیه را دیپلماتیست که جواب داد که از بس که ما در ماهای تابستان گرما صادرات داریم با او خاطر ما نمیتونیم که همون تجهیزات ها را تعمیر بکنیم. لیمیت ماه سرد تا ماه اپریل. این عمر رحمان خیلی حرفه‌ای از این موضوعش بیرون کرد، مردم گفت خیر راست میگه، پول میاره معاش میتیا، منافع ملی از چیزا میگن. تو وقتی تو با فکرم
رئیس جمهور ازبکستان و افغانستان نیست که تو شادیرات کنی برای او، تو داج نیستی، تو مهم نیست برات. قرض از برای تو وظیفه‌دار و مسئولی که مردم خیت اول خوی برباطی. اینا باید تحلیلگرا بشینن تحلیل بکنن که ای عمر رحمانوی گپ کلا خلاف منافع ملی است. تو در شادیرات میکنی در تابستان برای خارج، پول جیب بانکای طاهر زاهر حسن حسین، شویتساریا و لوکزامبورگ و امریکا و کانادا و آلمان و نمیدونم دیگه کشورها در جمع دامادا و خدا خرده خواه خودی در ماه شرما قوای برق قتل خاموش مردم بدون قوای برق. تو برای چی در فصل تابستان شادیرات داری؟ ای خاک تو سر این تحلیل و خاک تو سر این فهمش رهبری کشور. 30 سال در مورد دولت رو یاد نگرفته. ای بله از خدا یا طوری همین حرفای از به قضیه بروین. او گناهکار که رئیس برق بر دفع که زندان که 10 سال یک از دیگه بیار جانت خلاص ماهی برای آخه صاف میبروی. چی در کار همین سمسته گفتن، دروغ گفتن. ای تو با میگم تو قرضدار نیستی شادیرات کنی برای مردم خارج. راه دیگری پول کار کنی با موز. خب شرکت های بزرگی صنعتی را در کشور جلب بکن. امنیت کشور را با تروریسم و اکستریمیسم قیاس نکن. در جبهه در سازمان های بین الملل نرا تروریسم و اکستریمیسم نگو. شرکت های بزرگ صنعتی را جلب کن. بگی شادیرات. قوای برق برای مردم رو بده. چون نبودن دیگر نمودی محصولات صادر کردن به خارج، تو همین یگانه چیز یافته قوای برق شادیرات. مردم خودش قوای برق نداره. ولی از اختیاری دولتداری نیست. این فهمش یک رهبر کشور نیست. تمام اعضای زیای مردم اهل زیا را جمع بکن ببین همین دپوتات رئیس مفتش و پروکرور سود است. در نزد زیا اشولا بخون که از بس که ما در فصل تابستان شادیرات میکنیم. بس مردم خود جوش کنه جواب میره. بیا دسترسی به سرمایه در 2 مرحله عملی کرده میشه. تیزتر هم کردن ممکن، لیکن از بس که ما در فصل تابستان قریب که همه اگریگات ها را استفاده کرده شادیرات تی قوه برق را به کشورهای همسایه زیاد میکنیم، ما نمیتوانیم در فصل تابستان گوییم که اگریگات های نیروگاه را من داشته به تعمیر و تجدید از ماه سپتامبر اینجانیم تا ماه اپریل ما میتوانیم الان مهلت در اگریگات ها را بیواز کنیم. این ها میگه خلاص نفهمی چی میگه خیلی نکرده برای فهمی چی سخنو عقل در کنه. ای خلا گفت راست میگه جناب بیولی ما صدقه قوای برق شویم تقدر برای راحت که در بوستان سرا در ورزاب در راحت که بکن. راست میگه. اینا مردم خودش این پیشوی ملت های. مردم خودش در فصل زمستان اذیت میکشه. حتی سالهای گذشته ما شاهدی گفتیم همه شاهدی حادثه هستیم که از بوی انگشت و از خب آتش و از پیچکا و از دیگر چیزا چندین کودک‌ها جان خودشون از دست دادن. این هم نبودن سوئد بود، نبودن قوای برق. چون این بنده خدا شادیرات میکنه برای مردم خودش قوای برق نمیته. مردم یک عائله 2 کودک 3 کودک مرده بود، خدا شاید است میدونه دیده بودین. ولی این در یک جلسه میبره پیش مردم ده. این نیاز به تحلیل داره. مطمئن باش پارلمان کشور باید بروی بگه که رحمانوف این حرف کلا خلاف است، قابل قبول نیست. منافع مردم، منافع ملی تا مردمی خودت بالاتر از همه شادیرات و واردات و شلح و شبات و قور و بلاد باید باشه. ولی این بنده خدا برآمد یک گل اچکای سیاسی زد، یک گل زد. این 4 تا نیوک هم این برای خیال میکنه علم کلش دیگه نه خاک نکنه. این علم از دست این مغز است. اگر باشه این خود اعتراض میکنه که این شادیرات ده ابلهیه. این بیار این نیوکشه این میاره بینه. این میگه که چی میگفته باشه این حیران میشه دیگه. دا این چی گفتی گپ نفهمیدم من. چه شادیرات کردیم بنده خدا که ما قوی بر نداریم. این ای چیز است ده. این بنده خدا میگه که شادیرات. خب یک نقطه دیگه من همین نوار ولی به ما ببینم که
دقیقه هاشم باید کنم. خب دقیقه 16 و 50 میدیم کوی چی میگه بود اونجا چی شادیرات کرده باشه. خب 16 و 50 دیگه از اینجا شروع کنیم که زیادی بعد ای صحبتی سوهای علم و معرفت درست رویتی نه، درست کمک کنیم، دستگیری کنیم، درسان جوانان را تربیه کنیم، خوانیم، علم آموزن، خب دانشمندان را تربیه کنیم، اختراعکاران را تربیه کنیم، مهندسان را تربیه کنیم، عالمان را تربیه کنیم که آینده مردم صاحبی کرده توانند. امروز اگریگات یکم نیروگاه با اختیار 375 مگاوات و با ارزش قریب 1 میلیارد سامانی موردی برابرداری قرار داده شد. نه در بالا گفت که ما مشکلاتی بر داریم، شادیرات میکنیم، در زمینستان خواه بر لیمیت هست. با میگه علم، تکنولوژیا، دانشمند، بلیازی خدا، بند خدا آی پیر شده دیگه خدا، دیگه کلت گپ نمیگیره. یک گپی 10 دقیقه پیشت با گپی 15 دقیقه خفایت طوری نمیگیره. علم، پیشروی، ترقیات تو میتونی با شامی باباگی دیگه برای علم و تکنولوژیا بگیری. یک کامپیوتری پدرنالتا، یک موبیل، یک نمیدونم هر تکنولوژی که نباشه او را میشه بدون خواه برکار فرمود. عملی میکنی یک چیزا، یک سیستم بانکی را کامپیوتر رو را نشون میتیه دیگه. او شوتای سالای جنگ است که بزنی 3 تاییس 4 تاییس 5 تاییس دیگه او رول بازی نمیکنه. زمانه پیش رفته است، علم تکنولوژی پیش رفته است. بلیازی خدا درس ها آنلاینی است دیگه، درس ها دیجیتالی میگذره، هیچ چیزا بیا بخدا که این مسئله گپ زدن قطعی بحث کردن. یا نقطه دیگهش خب 7 و 14 چی گفته سی بندی خدا ایشان ببینیم. خب 7 بیایم اینجا شرح کنیم اینجا. اونمی نیروهای برقی آبی که اهالی 10 میلیون نفر، هم نیروهای برقی نه ساختن بنیاد کردن بودند، هم اون نیروهای برقی آبی که سالهای طولانی خدمت کردن آنها را تجدید کردن بودند، یعنی تعمیر و ترمیم پورا کردن. ولی از خدا اهالی ما چند قدر بود؟ 3 میلیون زیادتر. اونمی نیروهای برقی آبی که اهالی 10 میلیون. بهانه چیست؟ نام خلق. اوی مردمی بیچاره چرا میذارین؟ هنه 10 میلیون زود نخی دیگه قوه باق نمیرسه دست ما خاک سر 10-30 سال تو مطابق زمانه باید پروگرام داشته باشی. من نمیفهمم دیگه کدوم سیاست از بخت من نمیفهمم. من یه برنامه کوچک دارم مطابق برنامه همین افیر من برنامه دارم، هر هفته من مطابق همین موضوع حوادث من موضوع تیار میکنم. تو یک روبر کشور مطابق اهالی مردم نمیتونی تو اگریگات بسازی، باید کمبود از خارج بگیری، زیاد از خارج بدی، دادوگیری بکنی. خیلی آدمی تو چه روبری تو عقل نمیگیره. ای بخدا باور که یک حادثه تیوه شده که بندی خدا. من نمیفهمم تو را واقعا، من نمیفهمم که میگه که ما در همون چیزی بود تو چندین نیروگاه ها ساختی 2018 بود 19 بود از مردم سرمایه محشر را جمع کردی. چکو 2012 13 بود چکو کردی؟ وعده کردی که خودتون را دیگه در تلویزیون‌ها میبینین، دیگه کینو میشه و فیلم میشه و قوه برق، شادیرات، واردات، خرید و فروغ جا شدی وعده ها. آی مردمی بیچاره هم لایق شرالی واقعا درست گفت که زمانه به نظام شد، بهانه چیست؟ نام خلق. ای خلق بیچاره، آی مردمی زحمت کش، مردمی بیچاره مهاجر، همین شما ایده همین برای چی تولد میکنه همسراتون اخی، همین مادرها برای چی زیاد تولد میکنه؟ این بیچاره نمیدونه چیکار کنه، سر کلاواش گم کرده. اوخای که نمیتونی هیچ را استعفا میگن. یک جا میگن که مردونه میبروی میگی که من فلانی به استعفا میرم برای اهالی تاجیکستان زیاد شده است، عقل من برام 3 میلیون میرسید، این بندی خدا 10 میلیونن، من میرم و یک کسی که عقلش برای 10 میلیون میگه او بیا راه بر شوه. وقتی عقل خودت برای همون 3 میلیون سال پیش از جنگ شهروندی نمیدونم سال 1924 25 او وقت بود، همون حالت تو باید
با استعفا میدادی وقتی 3 میلیون زیاد شد